مرحمت از همون ساختکاری هایی که در رفت سفرهای رحمانوف می شود چی است؟ مثال هزارها سامانی عاجلا سفر میکنن از سفرهای ساخته و بر دروغی که در منطقه ها میبینین. مثال ملی در ناحیه مومن‌آباد. این مکان 5 ماه پیش از سوی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان باز شده بود. حالا دیده می شود آرایش آن ویران شده، زمینش نشسته است. همگی پس از 5 ماه ساخته شدنش. رئیس ناحیه گفت که کمیسیای حکومتی حالا میدان پرچم را رسما قبول نکرده است. در حقیقت هر یک کارهای ساختمانی که به انجام داده می شود و یک سال او را می بینن، می ایستن، مثال او را باید باران ببینه، برف ببینه و شیشتن دارد و همون کفیلاش روی شیدن دارد. این مسئله را ما بررسی کردیم. اصلا در این میدان می بایست بینای خدا تکنولوژی مخصوص وقتی که حکومت ناحیه با رسمیت امی انشاءات شما را قبول نکرده است، رحمانوف کجا قبول کرده است؟ چه شما رحمانوف فریب کردین؟ رئیس ناحیه در اینجا میگه که رحمانوف از حکومت ناحیه دیده یک پستر است، او اومده است، یک دیونایی کرده است، رفته است، ولی این انشاءات حکومت ناحیه حالا قبول نکرده است. مدام یک ابیکت آماده نیست، کجا باز می شود؟ منطق در کجا است؟ یک رئیس ناحیه عقل نداری تو که رحمانوف گناهکار کردی؟ در اینجا رهبر کشور یک نفری الکی است، یعنی یک چرت است، آمده است، خواهد دینه آمده است، یک خیچه قدی برید است، ولی ما حالا قبول نکردیم. میره این بنا را ما قبول نکردیم. ما وقت داریم، یک سال وقت داریم. خب رحمانوف آمده در دینه آمده است، تمام. یعنی گپ همیزن همین معنی را داره. یک چیزی ناتمام هیچ وقت باز نمیکنه، نه؟ ناتمام است، زیر خطر قرار داره، نامعلوم است، حالا که یعنی که تکنولوژی معین نکرده، ساختن، آماده کردن، در چی دادن، یعنی که رحمانوف قایچی را برید است، فعالیت شروع کرده است. این باغ یعنی رئیس ناحیه میگه که نه بچه اولی داره بسته نه، خیلی ما یک سال میآموزه میره. قبل از اونه که میسازی باید تو زمینه با آموزی که برداشت چند تا نداره، برداشت باران نداره، برداشت آب و برف داره، نمیدونم او را وقتی خشتی اول میمونی تو باید بدونی. یک ابیکت وقتی ساخته میشه از همون نال باید معلوم شوه ساختنش. من انجینیر تکنولوژ نیستم، ولی من همین قدر عقل دارم که یک بینایی که حالا آماده نشده است کجا در سطح راهبریت میبره او را باز میکنه و برای رحمانوف میگه ما آماده کردیم میره کجا. یعنی تو رئیس ناحیه برآمده است، در حق رحمانوف تهمت میکنی که رحمانوف اومد ای بچه، حالا نه حالا ما این آماده نکردیم. مثال من نمیدونم، خیلی من همین قمه فهمیدم. مثال یک بار دیگه همین زنه که صحبت گوش کنین کو کارهای ساختمانی که در حقیقت هر یک کارهای ساختمانی که به انجام داده می شود و یک سال او را می بینن، می ایستن، مثال او را باید باران ببینه، برف ببینه و شیشتن دارد و همون کفیلاش روی شیدن دارد. این مسئله را ما بررسی کردیم. اصلا در این میدان میبایست بینای استقامتی بلند آشیانه ساخته میشد. معلوم نیست چرا شتابکارانه این نقشه را به هم زدند. خندق ته کرسی را از خاک پر کردند و میدان پرچم را ساختند. حالا ساکنان میگویند همین سراسیمگی سبب زود ویران شدن انشاءات های نو ساخت میگردد. با گفته آنها دیده می شود که پایه 45 متری پرچم نیز کج شده است. اما در حکومت مومن‌آباد گفتند پایه مستحکم و کج‌شوی آن غیر امکان است. و پایه هیچ ممکن است برای که پایه در اساس طلبات‌های انامین و معماری ساخته شده، برای چون از اول سر کردن همین کارهای ساختمانی ما در یک جایگی با همین معاون سایه ساختمان بودن میرزا نظام ما یک جایه بودیم که یگان جای او مثال یا به سهلنگاری را دادگی نیستن، پایه کجلا نمی شود. میدان پرچم در مومن‌آباد از 601 گکتار عبارت است. آن را شرکت حسنبگی با سرمایه حکومت ولایت ختلان ساخته است. در حکومت مومن‌آباد دقیق نمیگویند برای ساختمانش چقدر مبلغ صرف شده است. این پایه پرچم در ناحیه مومن‌آباد قرار دارد و 5 ماه پیش از سوی پرزیدنت بازگشایی شده بود. الکی دیده می شود که سنگ‌های آرایشی پایه پرچم تخریب شده و بیشتری آن کارنوشه هم گشته است. ساختن پایه های پرچم بعد از آن خب من واقعا صحبت همین زن نمیفهم. این میگه که
حالا حکومت قبول نکرد از این انشاءات با طور رسمی، یعنی یک لایحه را یک شرکت میسازه بود میکنه و میبیان صاحبای همون لایحه قبول میکنن اگر که درست است با فرمایش میتن، یعنی با کار شروع میکنه لایحه درست. یک خانه استقامتی وقتی میسازی بود میکنی کلوچ قطعی آماده میکنی، من خریدار میبیام خانه را میخرم زندگی میکنم. ولی شرکت های دیگری هستن که خانه را یعنی آماده نکرده همون بنا را میسازن، همون خشت تمام، من صاحب خانه میبیام میخرم خودم با تابع دل خودم خانه را ریمون میکنم. این است. ولی این انشاءاتی که میبینی از پول بودجه کشور آماده شده است، ساخته شده است، لنتش بریده شده است، با کار آماده است، یعنی این باغ یک باغی است که الکی در سطح راهبری کشور آمده است. این انشاءاتی را که میبینین آماده کرده است، لنتش بریده است، باز کرده است، یعنی یک چیزی کارفرمان است دیگه، چیزی کارفرما دهنده است، چیزی آماده، چیزی تیار است، تیار ابیکت تیار شدگی است. ابیکتی که اینو میگن تیار است چون لنتش بریده شده است. یک چیزی ناتمامه. چرا پس رحمانوف در اینجا آمدین پس تایید کردین شما که خب ولی ما حکومت ناحیه حالا ما اینو ندیدیم، آخر رحمانوف آمده دیده کو حالی نه ولی این شد شما میبینن ولی میبینن توسط فلانی ولی نه ولی یه سال وقت داره. آخر آمده از این شهات دیده است، باز کرده است. خیلی حکومت رئیس جمهور آمده است، باز کرده است. باغ فراغتی پرچم تمام. مدامی که این حالا تحلیل نشده است، نظر نشده است، نه آموخته است، چه شما باز میکنین 45 متر میبود در سر یک شهروند میزنه جانش میبره. کی جبران میکنه؟ کی؟ مدامی که تکنولوژی نه او را نه آموخته است وزیر، با چپنه شده است، کجله شده است، شکاف و غار و غارباران. شما از کدام تکنولوژی گپ میزنین؟ امروز عصری نو اینقدر تکنولوژی داره که میدونه که همین زمین چقدر بار میبرداره، چقدر برداشت داره. هر یک تجهیزاتی هست که برای جقیدن و برای پرس کردن که حتی میلیمتر پایان نمیشود. شما چه خیلی است که یک سال وقت داشتیم برای ساختمان این چیز، در حالی که الکی راهبریت کشور آمده است. میفهمین رحمانوف که رئیسایی که تو انتخاب میکنی در روی تو توف میکنن. این امیر زنک که میبینی خب من نمیخوام این از کار بگیره، بیچاره زن و بچه داره بال میشوه، ولی این امیر زنک در روزی روشن در رو پروی دوربین خودش میگه که بنا اینا تمام است، حالا آماده نشده است، یعنی حکومت رو قبول نکرد از این چیزا. ولی رحمانوف آمده است، براش فرقی نداره. دیگه قایچی رو بیار، اوناش جواب بره. قایچی کدا در آمده است، تمام احسن، بیرق، پرچم، مقدسات ملی. اوی میفهمی که در سطح رئیس کی را انتخاب داری؟ یک کسی را که خطا قبول نداره، قایچی که میکنی میبری قبول نداره، سفرهایی که دروغ میکنی قبول نداره، میلیون ها سامانی، حیف میلیون ها سامانی که از بودجه کشور برای این کارهای غیر رسمی و شلق و پلق صرف میشه. من امیدوارم که بعد از چند سال دیگه همون بیرق میگیرن چپا میکنن. من امیدوارم و من باوری دارم، به خاطر اگر چپا کجله شده باشه یا که باید میلیون ها دلار او را کلا برهم بتن گشته او را بسازن، او دیگه نمیشه یک 45 متر در آسمان بلند رو چقدر راست میکنی، خطر داره. یک شمالی سخت‌تر شده چپا میشه، یعنی چند نفر دیگر را میگیره. یک حتی در بعضی کشورها برای چند میلیمتر کارخانه را همون بینایی که ساخته استن همون را از بین میبرن. میفهمین؟ اما اینا برای که رحمانوف بیا بگه که رئیس ناحیه مومن آباد تو گرینی خواهر یکش تو قام تبوزا که ساختی آباد کردسی در پیش رحمانوف شون نشان بتن، اینی کارا را میکنن. ولی بعد رحمانوف راز باز میبره میگه که حالی رئیس حکومت قبولش نکرده، رئیس ناحیه وزیر حالی اعضای حکومت قبولش نکرده. رحمانوف خیلی آمده کو حالی ما اینا میبینیم، یه سال دیگه باید بشینه و گشته کفلا را میکنیم،
گشته از بودجه کشور با پول می‌دزدیم، نیم شب از جیبمون می‌زنیم، یا مردی کاری ارزانه کمی می‌ریم و اشوتی با چند هزار تومان دیگه می‌نویسه که قدر سوم کار کرد، میریم با کافل می‌خریم، پولی راه میگیم و ماشین خودمون می‌بریم که یا ماشین گروزاول میگیم با پول رو میگیم در جیبمون می‌زنیم، گشته اینا ریمون می‌کنیم، با پول می‌تیم که این مسترا را ماشین گیری بور پول رو در جیبمون می‌زنیم، بعد قبول میشه و بینو انا اینجا گپ در جای میبینه که پولی بوجه چه آبلای میشه. رحمانوف اگر تو یک راهبری هستی که متخصص دیده در اون ناحیه میمونی، این میزن را یک راهبری متخصص نیست، در نزد دوربین در نزد 40-50 هزاری که ما را میبینه و بعد از اون رادیو حضوری نوار تا 1 میلیون شد تا 2 میلیون و در همه جا پخش میشه در تیک تاک و اینستاگرام دیگه و مخصوص برای همین نوار خرچی میکنم. میگذارم که ببینی که رئیس ناحیه ترا در همه جا شرمنده کرده است. یک بینای ناتمام ترا گفته است بیا جناب عالی ما ترا قبول کردیم، اینا ما برات پرچم ساختیم بیا ببرش. میفهمی؟ تا اگر او قدر خط احترام خط داری، قدر خط گاره نمیدانی، این همین رئیس ناحیه در دو تنگه پوچ ترا فروخته است. یک بار دیگه گوش کن. بگذارش. گفت که کمیسیای حکومتی حالا میدان پرچم را رسما قبول نکرده است. در حقیقت هر یک کارهای ساختمانی که به انجام داده می شود و یک سال او را می بینن میستن، مثلا او را باید باران ببینن، برف ببینن و شیشتن دارد و همون کفیلاش روی شیدن دارد. این مسئله را ما بررسی کردیم. اصلا در این میدان میبایست بینای استقامتی بلند آشیانه ساخته میشد. معلوم نیست چرا شتابکارانه این نقشه را به هم زدند. خندق ته کرسی را از خاک پر کردند و میدان پرچم را ساختند. حالا ساکنان میگویند همین سراسیمگی سبب زود ویران شدن این آن ویران شده زمینش نشسته است. همگی پس از 5 ماهی ساخته شدنش. رئیس ناحیه گفت که کمیسیای حکومتی حالا میدان پرچم را رسما قبول. کمیسیای حکومت حالا قبول نکرده است همین بینو را. اوی مشاوره رحمانوف، مشاوره که برای رحمانوف کادر پیشنهاد میکنین پیسه میگیرین، این زنک میگه که رئیس ناحیه است، یگام چپلوس نیست، چهرهش معلوم است. رئیس ناحیه میگه که حال ما همین ابیکتی که هستی قبولش نکردیم. اعضای حکومت حالا کمیسیه را وان میکنه، آستا میگم که بنویسید اعضای حکومت حالا این بنا را، این انشاءات، این ابیکتی که شما میبینید قبول نکرده است. 1 سال باید در آموزش باشد این بنا. ولی متاسفانه امام علی رحمانوف سراسیموار گفته خودش آمد و لنتش برید و استفاده داد. اما رئیس ناحیه میگه که حالا تیار نشده است این بنا. میفهمین گپ در کجا است؟ میفهمین گپ در کجا است؟ یک چیزی ناتمامه، یک چیزی که حالا یا گارانتی نداره. میگه 1 سال پس ما باید ببینیم که همین درسته یا که نادرسته. این متخصص اینا را میسازن، آسمانی بلند میبردارنش، قایچی را میبرنش و میگه 1 سال دیگه ما ببینیم که همین درسته یا که نادرسته. روتانسی شما برید دولت دارم و این خدای